تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مخلوق با خالقش رابطه داره، یا از طریق قرآن یا از طریق نماز. باید ما انرژی بگیریم. منبع انرژی هم دو تاست. پیغمبر و خدا مأمور کرده که سحرا پاشو انرژی بگیر. منبع انرژی چیه؟ یا میگه قم اللیل، نماز شب بخون، یا میگه ورتل القرآن. یعنی قرآن و نماز دو منبع انرژی است برای انسان. ما هم خودمون رو وصل کنیم به وحی. از اول قرآن شروع کردیم، سوره بقره هستیم، آیه 221 جزء دوم. هر آیه رو بین 4 دقیقه تا 7 دقیقه تقریبا تفسیر میکنیم. پس با هم بشنویم آیه 221. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. این آیه مسائل خانوادگی رو مطرح میکنه در انتخاب همسر، مسئله روز، مسئله مورد نیاز، روز و نیاز در همه عصرها و نسلها. انتخاب همسر چه بشه؟ میفرماد که ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، با زنان مشرک ازدواج نکنید تا ایمان بیارن. ولأمة مؤمنه خیر من مشرکه، قطعا کنیز با ایمان از زن آزادی که مشرک باشه بهتره. ولو اعجبتکم، گرچه این زن شما رو به تعجب در بیاره، خوشگلی و زیباییش، ثروتش، موقعیتش، فامیلش ممکنه شما رو بهت‌زده بکنه، اما چون فکرش انحرافیه دست نگه دارید. خب او اولی لا تنکحو بود. جمله دوم میگه ولا تنکحو. تنکحو یعنی با زنان مشرک ازدواج نکنید. به مردم میگفت ازدواج نکنید. تنکحو به پدر دخترها میگه ولا تنکحو المشرکین حتی یؤمنو. و به مردان هم سفارش میگه که ای پدرها به مردان مشرک زن ندهید، یعنی دخترتون رو به مرد مشرک ندهید. اگر جوانی کمونیسته، لایکه، بیدینه، منحرفه، دخترتو باید منحرف نده. ولو اعجبکم، گرچه چه خونه، چه ماشینی، چه شکلی، چه قیافه‌ای، چه پستی، گول زرق و برق نخور، دخترتو آتش نزن. کیلوی ازدواج نکنید. زرق و برقی و جاذبه های مادی شما رو فریب ندهد. دختر و پسر زیبایی که ریشه نداشته باشن، حدیث داریم مثل گل زیبایی که ریشهش تو پهن باشه. ولعبد مؤمن خیر من مشرک، برده با ایمان بهتر است از مشرک. یه جوان فقیر که مکتبی باشه بهتر از جوان بیدین نیست، ولو همه دنیا رو داشته باشه. اولئک یدعون الی النار، این همسر نااهل شما رو به جهنم میبره. والله یدعو الی الجنة والمغفرة باذنه، ولی راه خدا شما رو به بهشت و مغفرت دعوت میکنه. خداوند آیاتش رو برای مردم بیان کرد تا متذکر بشن. ازدواج با همسر غیر مؤمن، چون ازدواج مسئله دفع لذت‌های، یعنی دفع شهوت و لذت‌های آنی نیست. ازدواج یعنی سرمایه‌گذاری در تاریخ. نگاهتون به ازدواج نگاه کامیابی نباشه، کامیابی لحظه‌ای. نگاهتون به ازدواج نگاه سرمایه‌گذاری در تاریخ باشه. اگر همسر شما نااهل باشه، نسلتون نااهل میشه.
امیرالمومنین بعد از فاطمه زهرا که میخواست همسری انتخاب کنه فرمود یک فامیلی باشه که بچه من شجاع بشه که مادر ابوالفضل رو انتخاب کردن. خصلت‌های اول مادر در بچه اثر میذاره. در یکی از جبهه ها شخصی جگرش جرأتش کم بود، حضرت امیر فرمود که ادرکه که ارق من امک، تو یه رگ از مادرت داری، یعنی این ترسی که داری به خاطر. امام حسین فرمود من زیر بار یزید و بنی امیه برم حیات ابدا، میدونید من کیم؟ مادرم زهراست. مادرم زهراست، من از زهرا شیر خوردم. بچه زهرا که زیر بار زور نبره که. سیدا باید نسبت به امر معروف و نهی از منکر غیورتر باشن، چون خون پیغمبر تو بدنتونه، شما نسل پیغمبرید. اصلا قرآن میگه میدونید شما کی هستید؟ شما بچه حضرت ابراهیمید. ملت ابیکم ابراهیم، تو بچه حضرت ابراهیم هستی. چرا کج شده؟ ابراهیم بت شکن بود. انا و علیون ابوا هذه الامه، ما بچه های پیغمبریم. دختر ما باید احساس کنن بچه خدیجه هستن، بچه فاطمه زهرا هستن. این قیافه که بعض زهرا نمیخوره. ما بفهمیم که کی هستیم، ریشه داریم و جایگاهمون چیه. این آیه درسایی به ما میده که حدود 16-17 شو من تقریبا اینجا نوشتم، یه چند تاشو بهتون بگم. یکی این که مسلمانان حق پیوند خانوادگی با کفار ندارن. رابطه خانوادگی با کفار ممنوع. چرا؟ حالا بعضیا میگن حالا ازدواج کنیم بعداً مسلمان میشه. خب ممکنه عوضی که تو اونو مسلمانش کنی او تو رو منحرفت کنه. هر دوش احتمال داره. دفع ضرر مهمتر از جلب منفعته. اگر کسی دیدی کسی غرق میشه بگه میرم نجاتش بدم، حالا بله تو که شنا بلد نیستی، ممکنه او تو رو غرق کنه. دفع ضرر مهمتر از جلب منفعت. در انتخاب همسر ایمان اصالت داره، نه خونه و ماشین و تلفن و استخدام و سربازی رفته سو نرفته سو، اینها مهم نیست. اصل ولعبتم مؤمنه ولعمتم مؤمنه ولعبد مؤمن. اولین شرط ازدواج اینه که تفکرش تفکر توحیدیه یا مشرک. در ازدواج فریب جمال و موقعیت رو نخورید. ولو اعجبکم تو آیه میگه اعجبتکم، جلوه های زن گولتون زنه، به زنا میگه اعجبکم، جلوه های مرد گولتون زنه. نه مرد گول زنه بخوره نه زن گول مرد بخوره. مقام و مال و جمال که جای ایمان رو پر نمیکنه. افرادی می آمدن پلو امام میگفتن آقا چنین وضعمون چنانه چنانه، میگفتن خیلی مشکلات داریم. حضرت فرمود حاضری این ولایت بدی زندگی اونا رو بگیری؟ گفت نه. گفت پس شما هم چیزی دارید. معلم آموزش پرورش نباید بگه حقوق مثلا با اداره دخانیات فرق میکنه. شما میدونید مغز نسل نو دارید. کسی که مغز نسل نو داره که معلم علم تقسیم میکنه به مغزها، اداره دخانیات دود تقسیم میکنه به ریه ها. تقسیم علم به مغزها کجا؟ تقسیم به دود به ریه ها کجا؟ همش که پول که نیست که، قداست شغل مهمه. مسجد کوفه رو خاک هم آدم نماز بخونه شرف داره بر مسجد دیگه که رو قالی نماز بخونه. ازدواج میتونه وسیله دعوت باشه. بگید نه اگر مسلمان شدی دست از چک وردا با تو ازدواج کنم. یعنی اینجا یه گلوگاهیه که مثل شناسنامه که اگر شناسنامه داشتی مثلا ثبت نام میکنن. اگر مسلمان شدی یعنی شما میتونید حتی برای دعوت به دین از این اهرم ها هم استفاده کنید. غرایز باید در مسیر مکتب کنترل بشه. ایمان مایه ارزشه گرچه در بنده و کنیز باشه. شرک رمز سقوطه گرچه در افراد حر و آزاد و پر زرق و برق باشه. از نفوذ عوامل مشترک در تار و پود زندگی جلوگیری کنید. توجه به خطرات داشته باشید. اونها اولئک یدعون الی النار. بالاخره اون جذب میکنه شما رو، بچه ها تو جذب میکنه، خود تو جذب میکنه. یدعون الی النار، همسر نااهل انسان رو به جهنم میبره. یدعون الی النار یعنی همسر بعد زمینه ساز جهنمه.
مغفرت با توفیق و اذن الهی است، برخلاف مسیحیت که میگفتن آمرزش به دست بزرگانه، میگه والمغفرت به اذنه، والله یدعو الی الجنه والمغفرة به اذنه. مغفرت به اذن خداست. اینطور نیست که حالا ما اگر گناه کردیم بریم کلیسا پرو یه کشیشی و اونجا اقرار کنیم او مثلا منو عفو کنه. والمغفرة به اذنه. خب بعد میگه لعلهم یتذکرون. تذکر یعنی انسان خودش هم میفهمه، منتها غافله، با تذکرش داد، یه تلنگرش باز زد. خلاصه آیه 221 میگه بسم الله الرحمن الرحیم. در انتخاب همسر اصل فکره، زرق و برق گولتون نزنه. نگو من باش ازدواج کنم بعد میارمش تو راه. ممکنه به جایی که تو رو بیارش تو راه او تو منحرف کنه. نسلتون رو فاسد نکنید. نگاهتون به ازدواج نگاه لذت آنی نباشه، سرمایه‌گذاری در تاریخ باشه. حدیث داریم هر کار خیری که اولاد بکنه پدر و مادرم ثوابشو میبره. اگر نسل خوبی باشه در همه اجرهای نسل شریکی. در انتخاب همسر زرق و برق گولتون نزنه. اصل مکتب است نه زرق و برق. این پیام آیه 221. 7-8 دقیقه ما تموم شد. السلام علیکم و رحمت الله.